به نظر چی میشد اگه ماینکرافت از شب شروع بشه؟ خب بریم که ببینیم. اگه ماینکرافت از شب شروع بشه، ما در کل 3 نوع پلیر داریم. اولین پلیر، اون پلیریه که از شانسش کنار یه ویلیج اسپان میشه و میتونه راحت بره خونه و بخوابه. و دومین پلیریه که وقتی اسپان میشه زمین رو میکنه و برای خودش یه دونه مخفیگاه کوچیک میسازه تا صبح بشه. و پلیر سوم پلیریه که دنبال منابع و اینجور چیزا میگرده از شب، ولی اونم بدبختی های خودشو داره که باید از زامبی و اسکلتون دور باشه و در همین حین چوب و سنگ و وسایل دیگر رو به دست بیاره. ولی خب این پلیر امکان داره که شانس نداشته باشه و بقیه ما بتونن اونو توی غار یا یه جای دیگه گیر بندازن و اونو بکشن. اما پلیر سوم میتونه یه جور دیگه هم باشه که از اول و از شانسش بتونه منابع رو به دست بیاره، سنگ بکنه، با مابهای دیگه مبارزه کنه و با کلی بدبختی و شانس شبشو روز کنه. ماینکرافت اگه از شب شروع میشد، تو جزو کدوم دسته ها میشدی؟ حتما توی کامنت ها بهم بگو.